روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دومی دولتی میخائیل ماتویف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرانوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است این کشور را استیلاگر نامیده است. За наши деньги мы издаем учебники для школ. از حساب پول خودمان ما برای مکتب‌های کشورهای دوست کتاب چاپ می‌کنیم. مثلا تاجیکستان را نمونه می‌آورم. در شهر باختر مکتب تحصیلات همگانی به نام میخائیل واسیلیویچ لمنوسوف است. در آنجا فن تاریخ مردم تاجیک برای صنف‌های 5 و 9 وجود دارد و این کتاب از حساب پول ما و شما چاپ شده است. در آنجا چنین موضوع است. موضوع چهارم، پایان استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه. استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه پایان یافت. موضوع پنجم، اوضاع آسیای مرکزی پس از اشغال روسیه. کی برای این جواب میگوید؟ باز میگویم این گونه کتاب ها از حساب پول ما چاپ میشوند. بله، در آنجا فرزندان مردم تاجیک میخوانند، اما این دیدگاه ما است و باید این مسئله را به نظم درآورد. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین باره است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملاجان، دکتر علمای تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوق شناس بختیار نصراللهیف که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارند مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملاجان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتاب‌های درسی روسیه را استیلاگر نامیدن چی نظر دارید؟ درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یگون نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دوم عصر 19 دقیقاً در سالهای 60 به سمت آسیای میانه حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرض هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیر بخارا، با امارت بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اروتپا، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخنهای یکی از رهبران ارتش روسیه رامانوفسکی میارم که میگه که وقتی که ما در گزارش خود می‌نویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگه که وقتی که ما بعد جنگ اروتپا میگه در دوام 2 روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود، به خاک سپردن و در ادامه میگه که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اروتپا را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنم. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طور میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طور میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تو جیک در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوان جنگ پرداخت کرد. دلیل سوم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط، تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب‌های خود دانشمندان روس گرفتیم. من 3 کتاب برای نمونه چون مشتی از خروار میارم، کتاب ترنتیف، کتاب ابوزا و کتاب لگافت. این 3 نفر با همین نام، دقیقاً با همین نام، یعنی اصطلاح آسیمیانه کتاب دارند که این بسیار معروف است، در شبکه‌های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم
شاید موجه باشد، این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامی داشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدمات همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدماتش آن بود که گفته میشد که این آسیای میانه را استیلا کرد. یعنی دقیقاً یعنی یکی از خدماتش استیلای آسیای میانه بود. وقتی که این چنین جنگ و خونریزی و صلح و تاوان جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستنی قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک اصطلاحی تمام عیار و یک اصطلاح کامل بود. تشکر. محترم بختیار نصرالله، شما چی میگوید؟ روسیه آسیای میانه را در عصر 18 و 19 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سویتی میگفتند آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظری شما چی است؟ پیش از همه سلام علیکم اکوی میرزانبی استاد، سلام علیکم. البته حادثه های واقعی تاریخی را انکار کرده نمی شود و اون چیزی که هست، لیکن به قول روسیه تاریخ شناسا به زبان روسی سخی فکت میگویند. آیا روسیه به آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست. اما با کدام طرز، با کدام متدولوژیا تاریخ شناس ها علم تاریخ آن را به خواننده به مردم پیشنهاد میکند، این مسئله مهم است و این از مقصد ها برمی آید که علم تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چه همین حادثه ها را اینترپریتاسیون کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و انا همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده را، فهمش خواننده را وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصد ها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی آن موافقت کند و همین جهان بینی مردم را با وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گیریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و هجوم روسیه به آسیای میانه این ناگزیر بود. این حاضر همه این حادثه ها رو گذاشته نمی شود. این زیر تابعیت روزها گذاشتن جزهای قزاق بود که منتظم خانگری قوقان به سرحدهای روزها، سرحدهای نو روزها تاخت تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختند، ناتیج میکردن. بازی کلام بود با بریتانیا. شکست روزها در جنگ کریم بود که دیگر همون کوشش‌های حربی، یعنی سرکردهای حربی روس‌ها بسیار می‌خواستند که از انگلیس‌ها قصاص گیرند و همین طرف راهی به هندوستان، به انگلیس همراه شده با آنها جنگ کردن می‌دانستند. هرچند دیگر راهبرای مالیوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به ضد بود. لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگری قوقند و روس‌ها روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتن 3 دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا به خلاصه آمد که با روس‌ها جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود. هر تو میگفت که حاضر من جنگ کنم، چی میگویند زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم، چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات گویند مجبور کردن و در اولین بار ارجار همین نزدیکی چیناس شهر تاشکند بین قوشنی روس و قوشنی بخارا جنگ شد که علاقه این تریتوری قلمرو خانگری قوقان بود. یعنی جنگ رو امارت بخارا سر کرد و لیکن سالی یا که خود امارت بخارا هم وقتی که همین
سوس شده خانگری قوقند با جنگ با روس ها استفاده کرده. همون وقتی که روس ها جنگ میکردن علاقه به تریتوری خانگری قوقند وارد شده بودند. من همین شهرهای اورتپی و خوجند در همین دوره اشغال کردگی بودند. نه اینکه بر وقت، البته وقت در 60-70 سال آخر بسیار جنگ ها در این قلمرو بود، لیکن آخرانش همین در دوره جنگ چی بود و 2 مراتب صلح بسته با امارات بخارا سازش کردند. سازش صلح بستند، تبریک استاد گفتن کانتریبوت گرفتند. همچنین 4 منطقه پنجکین، قرغام، سمرقند، ارگوت را به قلمرو خود درآوردند. لیکن جنگ از طریق خود امارات بخارا آغاز شده بود. لیکن من شخصا کتابی که روس ها در نظر دارن نخوندم، فقط همون سر و صداهایی که روس ها برداشتن شنیدم. زیر کلمه نشست و آنها خیلی اهمین چیز برای آنها رو دلگیر کننده است. نشست و یعنی تخت و تاز. اگر تخت و تاز روس ها گوییم و همین تبریک گفتیم از مقصد تاریخ شناسی یا علم تاریخ گذاریم که هم تخت و تاز مغول که در نزدش تخت و تاز روس ها گوییم کرد، این خطاگی جدی میشد و این نادرست هم میباشد. به هر حال تشکر. سیف الله مولا جان، نظر شما به همین حرفای نصرالله چی است؟ شما چی نظر دارین؟ خب بسیار یک حرفی ضد و نقیض است. کشوری که از اون سمتی سنت پتربورگ و روسیه و سیبیر و اینها میآید به قلمرو شما وارد می شود و در خود این دانشمندان روس که من کتاب‌هاشون در زمان دانشجویی خوانده بودم، خودشون میگویند که ما با اینها جنگیدیم و وقتی کشور امروز یک کشور در یک جا نظام امروزی دنیا رو بینید، ما تقریبا روابط بین الملل خیلی تغییر نکرده است از عصر 19 تا این جانب. یعنی شاید از نگاه تکنولوژی و اینها تغییر کرده، اما در مجموع نظام بین الملل در دوام 250 سال اخیر خیلی کم تغییر کرده و یک کشور در یک شهروندش وقتی که شما جنگ اولی جهان ببینید، در یک کشور دیگر بهانه شروع شوید جنگ، وارث یک کشور دیگه کشته شد، جنگ یکمی جهان شروع شده. نه، برای کشتن یک نفر این کشور آمده است در تاشکند، در آستانه سرزمین شما به کشور شما آمده است، وارد شده است، به قلمرو شما در آمده است. این برادر میگن که جنگ اینها شروع کردن، غیر منطقاً فکر میکنم درست نیست. خانگری خوجند این دولت مستقل بود، تاشکند در حیات عام بود. به خانگری قوقند هجوم کرد روسیه، لیکن امارات بخارا این دولت دیگر است. هرچند اگر در منطقه گیریم درست است، یک منطقه ما چه در نظر گرفته میگوییم که این وطنی ما بود، که 2 دولت مستقل با اینجا خانگری خیوه بود. خود امیر مظفر سویت نیکوش میگوید وقتی که میگوید پگر روس‌ها نزد من گویم که تو زمین بیکار خوابیده به ما آمدیم، تو نبودی، برای چی آمدی؟ گفت من چه جواب میتیم؟ میگوید اونو با تشکر. حالا محترم مولا جانов شما چی میگوید؟ مرحبا. من یک علاوه این اساسهای جنگ نه، سبب‌های جنگ تو جانای با آسیب اونا هجوم کردن روس هم من گفتم که یک چند سبب ها هست، فقط اینجا به امکانی نیست که این چیزا گوییم. اصلا روسیه علاقه سرحد آسیای میانه بود، جزهای قزاق همش خودش هیئت روسیه در اومد. خانی قوقند کاری به هر روز دخالت بکرد، روسای قاپیده آورده بازار بخارای قوقند به غلام کرده میفروخت. محترم بختیار نصرالله، حالا بله، حالا فرصتی است که این حرفای شما موضوع امروز بحث ما هست اصطلاح آسیای میانه بخارا نه. خب قوقند مگر آسیای میانه، تاشکند مگر آسیای میانه نیست، ایوه مگر نیست. یعنی برای کشور هجوم کرد. امارات بخارا اصطلاح نشده است. امارات بخارا قسما در نتیجه جنگ‌هایی که خود امیر آغاز کرد یک قسمی قلمروش عدس داد، لیکن مستقلیتش نگاه داشت تا 1920 حتی تا 1924. مفهوم اصطلاح آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب‌های سال 90 در تایسان هست و کسی تا این زمان اعتراض نداشت. چرا حالا این موضوع داغ شد؟ محترم سیف الله مولا جان، مرحبا. ببینید، من بسیار جای تأسف است که در شرایط امروزی جهان که یک دنیای بسیار ناآرام داریم ما و پس از جنگ دوم جهان
پس از اتمام جنگ دوم جهان شاید دنیا هیچگاه مثل امروز ناآرام نباشد و همین حادثه هایی که 2-3 روز اخیر پس از انتخاب رئیس جمهوری نو آمریکا که یک کشور به دور از همه عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل میگوید که من فلان کشوری که از من بزرگتر است حتی میخواهم تو یک ولایت من شوی و کشور دیگر میگوید که من میخوام فلان سرزمینی تو رو بخرم، اون هرچند اعلان نکرده است که من میفروشم، یا که من فلان کانال میگیرم. ببینید در شرایط امروزه و خودی کشور روسیه که رفیق استراتژی ماست و ما با این کشور رابطه های بسیار تنگاتنگ 150 سال اخیر داریم، برای من جای تاسف است که نظر من که یک کشور در همین شرایطی خودش منزوی شده و اینقدر با مشکل ها روبروست، یک سیاستمدار به خاطر آن که خودش مطرح کند و به خاطر آن که جلب توجه کند میگیرد موضوعی که هنوز در زمان شوروی مطرح شده است. من اگر شما با سخنی من شبهه دارید، من سخنهای یک دانشمند تاجیک استاد مرحوم اکادمیک باباجان غفورов میگیرم که ایشان 2 کتاب دارن، کتاب تاریخ مختصری خلق تاجیک سال 1947 و تاریخ این کتاب تاجیکان که سال 72. در همین 2 کتاب این وابسته به همین تقاضای زمان 2 نظر است. در کتاب اول استاد غفورov میگن که روند استیلای آسیای میانه، بگینید در اینترنت هست خودتان ببینید. در کتاب دیگر بعد سالهای 60 از بس که حوادث شوروی طور دیگر رقم خورد و ایدئولوژی به تاریخ بیشتر تاثیر رساند، اون وقت گفتن که این نام گذاری همراه کنید، این جنبه بیشتر سیاسی دارد. من همچون مورخ صحبت میکنم، برای من جای تاسف است که یک سیاستمدار اول اینکه این مسئله رو مطرح میکند، دوم اینکه من با مسئولیت به شما میگویم همین گپی که این دانشمند این سیاستمدار روس گفته، این از کانتکست متن اصلی را میبرد جایی که برای خودش ضرور است میگوید. شما بگیرید در سامانه وزارت معارف تاجیکستان همین کتاب تاریخ خلق تاجیک صنف 9 هست و مؤلفی وی دانشمند بسیار ممتاز ما، دانشمند زبردست استاد نماز خاتمov هستند. ایشان درباره روند استیلا میگویند که این از خودی کتاب‌های روس‌ها تکیه کرده و در آخر میگویند که یک سرلوحه دارند با نام پیامدهای استیلای روسیه و در اونجا در قطار خونریزی و در قطار جنگ و آشوب و فتنه و اینها پیامدهای نیکوی آن را از جمله طور برادر بختیار گفتن، اینکه به جنگ‌های خانوادگی این حاکمای آسیمان خاتمه داده می شود، راه آهن کشیده می شود، صنایع به اینجا می آید، بانک ها تولید می یابند و توسط فرهنگ و زبان روس تاجیکا به تمدن مدرن آن زمان پیوست می شوند. اینا هستند. برای من جای تاسف است که در امروزه شرایط این کشور با کشوری که هیچ صدای مخالف از کشور ما از دانشمندان ما ایجاد نشده، برای گپی که 100 ساله ها پیش خودشان گفتند و در کتابشان نوشتن، در زمان شوروی با همه محدودیتش این گپ گفته میشد. شما کتابای تا سال 50 رو ببینید، از جمله تاریخ مختصری خلق تاجیک، این گفته میشد که این یک اصطلاحی تمام بود، حتی کلمه مستملکه و کلان را استفاده می‌بردند. بسیار جای تاسف است که در شرایط کنونی هم بازی میکنند با این، چون همین مردم که این همین مردمی روز وقت این گپ میشنوند یا بعضی حتی تاجیکای خودی ما وقت ندارن، کار ندارن دیگه، روند دنبال کتاب، شاید باورشان شود که این چیز واقعا در کتابای ما راه یافته و ما یک جانبه یک طرفه. من فکر میکنم که این از جانب یک سیاستمدار به ذهن مردم رساندن و مهم از همه دور از واقعیت و دور از حقیقت بیان کردن جای تاسف دارد. من تاسف میخورم که یک چنین سیاستمدار این چنین موقع میگیرد. تشکر. بختیار نصراللهیف، به همین سال نظر شما چی است؟ چرا محض امروز این موضوع، این مسئله، این صحیفه تاریخی ما به میان کشیده شد؟ نظر شما چی است؟ البته این از سر و صدا و هیاهویی که در رسانه‌های روسیه پیدا شد، البته لیکن یک دیگر مسئله استاد اینجا گمان کرده که من اعتراف نمی کنم گویا که همراه شوی بود. همراه شوی نبود، البته هجوم بود، البته استیلا بود، البته مستملکه بود. برای چی تا سال 50 بعد سالهای 50 کتاب ها به من همین کتاب تاجیکان بیم اول گفته که هجوم به آسیای میانه استاد باباجان غفورov، بعد میگن همراه شوی. البته طرف های ایدئولوژی و زمانوی دارد، لیکن گپ در همین خصوص میرود که همین حادثه ها را ما چخیل به مردم پیشنهاد میکنیم و مقصد از همین چیز امروز دنیای متشنج است. البته وضعیت
نهایت از لحاظ جغرافی از دیگر لحاظ وضعیت تاجیکستان هم اونقدر در این مسئله خوب نیست. بنابراین دیپلماتی ما، سیاست ما باید بچونین برای انکشاف استقلالیت، برای بی‌خطری امنیت کشور روانه شده است البته و باید باشد. و تاریخ شناسان هم در همین مسئله با نظر داشت استراتژی دولت که الکی شریک استراتژی گفتگی اون دولت امروز امنیت کشور بسیار از فدراسیون روسیه وابستگی جدی دارد، از جمله امنیت ملی ما که از موقع فدراسیون روسیه چی دارد وابستگی دارد. باید که تاریخ شناسان هم در کتاب‌های تاریخ این چیز هنگام پیشنهاد نمودن حادثه و واقعه ها به نظر گرفته شود. مهم یک در کلمه اصطلاح باشد، جای یگان مشکلی هم نیست. این خود روس‌ها هم میگن، دوره سوئیتی هم میگفت، همون تاریخ شناسای کمونیستی خودمون هم همیشه میگفتند. لیکن مشکلی در دیگر چیز است. من ندیدم، باز میگم کتاب‌های 5 و 6 که همون روس‌ها در نظر دارد که با پول روس‌ها چاپ شده است، در مکتب‌هایی که با مبلغ روس‌ها چاپ شده است، اونها دعوا دارند که نشست و روسکی خوایسکمون نشست، اگر نشست این تاخت و تاز است. من گفتم که تاریخ شناسان نباشد، فرض کردیم تاخت و تاز چنگیزی ها، مغول های روس های هر دوش تاخت و تاز گذاشتند. آب و رنگ دادن باید درست کرد، همین چیزای باید در نظر گرفت. لیکن اصطلاح بود، مستملکه بود، امپریا بود و روسیه. این ما انکار کردنی نیستم، من هم در این مسئله ضد استاد گپ زدنی نیستم. لیکن من گمان میکنم که اگر اون طرزی که روس ها در کتاب ها در نظر داشت، شاید استاد درست گفته باشند که کانتکست را بریده باشد، یک اقتباس گرفته باشد. اگر نیو فقط همون طرف های منفیش که روس ها غصب کردن و حرکت های ملی آزادی خواهی بود، حالا که در اون وقت حرکت ملی آزادی خواهی شدنش هم ممکن نبود در آن دوره. این اعتراض وکیلان دوم روسیه چه انگیزه دارد؟ مسئله اصطلاحگر و حمله‌آور بودن روسیه باعث میانه از کتاب‌های درسی خط زده شوند؟ منظورتون همین است جناب بختیار نصراللهیف؟ یک دقت شما یک چیز جلب کردنی هستم. این انگیزه، این سر و صدا خود از خود پیدا نمیشد. این همه سبب‌های ابجکتیو و سوبژکتیو دارد. وضع امروزی خود داخلی روسیه مشکلی هاش در مسئله مهاجرا، جنگ، سانکسیون ها، زیاد شدن حرکت های روسفوبی در کشورهای همسایه، همچنین زیاد بودن حرکت های ملتگرای در داخل خود روسیه همش در جمع و پیش از همه بد بودن وضع مادی خود مردم روسیه به چنین سر و صداها آورده میرساند. این از آن جمله همون چیزایی که در همون کتاب‌های ما شد، یک همین چیز نه دیگر، من مسئله‌های سبب‌هایی که من گفتم در یک جایی این سر و صداها میبره. لیکن من گمان میکنم جامعه روسیه تیز مثبت حل میکند. تشکر. سیف الله ملا جان، نظر شما به همین سوال چه است؟ مرحمت. ولی تا اندازه این برادر جواب دادن. شاید به خاطر آن باشد که خود روسیه گرفتار یک جنگ بسیار فرسایشی است و هم از نگاه نظامی، هم از نگاه انسانی و هم از نگاه این تحریم‌های بین‌المللی زیر فشار است. و اما این راه نیست که با یک کشورها، خصوصا من مخصوص میگم کشورهای آسیای میانه، من تا جای در یاد دارم، این غیر از این که یک مورخم، این 35 سال اخیر که نفر علاقه بالغ بودم و عاقل بودم در یادم هست، من یاد ندارم که یکی از کشورهای آسیای میانه در این تمام این 31 سال استقلال سخن عمل یا رفتار نسبت به روسیه کرده باشند. اگر شما این قیاس کنید با کشورهای کافکاز و اون کشورهایی که من حتی نام نمیبرم، کشورهای نزد بالتیک، یعنی کشورهایی که سابق ما در یک قلمرو یک جمهور یک دولت بودیم، من چیزی ندیدم که ما به همین جای رسیده باشیم یا ما یک دستک یا سبب یا بهانه داده باشیم که اونها این مسئله رو مطرح کنند و در این چنین سطح مطرح کنند. تشکر. و به یک سوال دیگر میگذاریم.
سال 1980 و مناسبت 70 سالگی بخارای شوروی یک تجلیس صورت گرفت و یک هیئت دانشمندان و تاریخ شناسان تاجیکستان با رهبری محمد عاصمی دانشمند زنده‌یاد حضور داشتند و از جمله من هم همراه کارگردان به عنوان یعنی کارمندان تلویزیون تاجیکستان با دستگاه ثبت و یعنی شرکت داشتیم و در ارک بخارا ضمن معرفی کاخهای تاریخی راهنما گفت که ارتش روسیه 2 هفته با ایروپلان ها یعنی سمالیات ها یعنی هواپیما بخارا را بمباران کردند. این را چی می شود نام برد محترم؟ یعنی تارمار بود، حمله بود، استیلا بود، چی بود محترم سیف الله مولا جان؟ شما چی میگویید به عنوان یک تاریخ شناس؟ ببینید وقتی آن که در روسیه بلشویک ها یک حادثه ای که اونها البته امروز در خودی تاریخ نگاری معاصر روسیه حادثه های ماه اکتبر سال 17 دیگه انقلاب نمیگویند، یک تبدلات میگویند. هرچی هم نباشد اون یک عوض شوی یک حکومت بود و از همون روزهای نخستین وقتی که حکومتی بلشویک‌ها سری کار آمد مناسبتش با بخارا خصمانه بود. 2 بار این کوشش صورت گرفت. شما اگر کتاب تاریخ انقلاب فکری استاد عینی رو بخونید حادثه کالسوف است. تقریبا 4-5 ماه پس از پیروزی بلشویک‌ها در روسیه یک نظامی روس با نام کالسوف به بخارا حمله کرد با لشکری بسیار زیاد، اما از بس که تعداد لشکری بخارا بیشتر بود و آمادگیشون هم زیادتر بود در این جنگ کالسوف شکست خورد و البته این بسری جدیدان و بسری اصلاحاتگرانی بخارا بسیار مصیبت ها و افراد بسیاری کشته شدند و بعد از 2 سال دیگر همین عملیات نظامی دیگر روس فرانسه کرد. این دقیقاً در سالهای آخری شوروی میگفتند، یعنی بعد سالهای 80 میگفتند که هیچ گونه انقلابی صورت نگرفته است. اون انقلاب اگر از نگاهی خودی دکترین های لنین و دیگر کمونیست ها که درباره شرایط انقلابی میگفتند، یعنی هیچ نشانه از آمادگی به انقلاب در داخل بخارا نبود. این یک تهاجم نظامی بود که توسط ایروپلان ها و مردم بخارا اتفاقا هیچگاه چیزی با نام ایروپلان ندیده و نشنیده بودند، بمباران کردند و نتیجهش میدونیم سقوط امارات بخارا بود. اما در یک جمله اگر من به من از نگاه یک تاجیک و یک مورخ اگر بگویم، سقوط بخارا آغاز یک مصیبت های بسیار بزرگ برای تاجیکان بود، به خاطر آنکه ما بعد سال 1923 و بعد سال 1920 بعد سقوط بخارا فرهنگ و زبان و سیطره فرهنگی ما و این شهر 1000 ساله‌ای که پایگاه زبان و تاریخ فرهنگی ما بود از ما ربوده شد و دیگه برنگشت. این برای ما یک آغاز یک مصیبت بود. تشکر. بختیار نصراللهیف، شما به همین سال چی نظر دارید؟ شما راضی هستید به حرفای تاریخ شناس تاجیک؟ با استاد من قسما راضی هستم. در آن دکترینی که مارکسیست ها یا کمونیست ها در خصوص انقلاب در نظر داشتند چنین انقلاب در بخارا نشده است و امکانیت شدنش هم نبود. نظریه شناس تئوریتیکوی خود لنین همون وقت هم میگفت که جایی که صنف کارگر نیست در اونجا ریولوسیون کردن غیر امکان است، انقلاب کردن. این البته هجوم بود، لیکن آن واهمه ای که میگن که گویا که 2 هفته با ایروپلان ها بخارا را بمباران کردن، این دروغ نیست، واهمه است. برای چی؟ خودش هجوم سنه 29 آگوست آغاز یافت، سنه 2 سپتامبر علیه جمهوری خلقی بخارا اعلام کرده بودند. فرانسه علیه در مرکز بخارا میشید. شهر بخارا آنقدر شهری کلان نبود که تمام بخارا 2 هفته بمباران کنند. همون اگر بخارا حاضر هم روید، اگر همون دروازه های 11 دروازه که اطرافش است از این طرف تا این طرفش نیم ساعت 40 دقیقه میگذرید. با امروزه رایون های میانه تاجیکستان برابر بود شهر کلان بخارا. هم اگه یک روز 29 وقتی که لشکری فرانسه اونجا هجوم کرد و روز 1 شهر گرفته نتونست، بیگاهی بمباران سر کرد تا روز 1 سپتامبر همون استحکام های همش شکستند. پگاهی لشکری روس علیه 1 سپتامبر در لشکری بلشویک‌ها در مرکز شهر جنگ میکردند، دوم علیه شهر فقط از اون باقی مانده مقاومت ها تازه میکردند. لیکن درست خود فرانسه می نویسد، دیگر همون اشتراک کرده های روس ها می نویسد که ما همون از اون جمله فیض‌الله خوجایف دیگر رو فریب کردند با چند نفر نامش که در بخارا مردم تیار است، انتظار است که ما را
انتظار است که چی میکند، شورش میبردارد. این خود روس‌ها هم اعتراف میکنن، خود بلشویک‌ها هم اعتراف میکردن. لیکن برای چی انقلاب میگویند؟ برای که ساختار دولت در ساختار چند هزار ساله شاهیگری و استثمارگری پورا برهم داده جمهوری خلقی بنیاد کرده شد. از این نقطه نظر این انقلاب حساب کردن ممکن است. لیکن در حقیقت هجوم بود، هجوم بلشویک‌های روس ترکستان روسیه از مرکز تاشکند به واسطه سمرقند به شهر بخارا بود. در خصوص آنکه عاقبت‌های این من با استاد اصلا راضی شدن نمیتونم اوید عاقبت‌های این هجوم، یعنی برهم دادن امارت بخارا. امارت بخارا این دولت صاف ترکی ازبکی بود. و یک سوال دیگر رو میخوام همینجا مطرح کنم. یک بحث زیاد همیشه هست که خوب شد که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و از چنگال امیر و ملاهای عقب مانده و عقیده های ارتجاعی آنها خلاص کرد و قسمت دیگر میگن برعکس اشغال روسیه سبب عقب ماندگی کشورهای آسیای مرکزی و مشکلات امروزه و جنجال های بین همدیگری آنها شد. میخواستم نظری هر دوی شما را در این باره بپرسم. سیف الله ملا جان، از شما خواهش میکنم به این سوال چه نظر دارید شما؟ ببینید، وقتی یک کشور هست، حتی یک کشوری پیشرفته هم اون اشغال میکند و با اون نحو و با اون شیوه ولنگار میکند. بعد من نمیدونم برادر برای چی ناراضی هستن. مهم از همه در سر حکومت کی بود کی نبود این مهم نیست. برای آن که ما تا سال 1924 در آسیای من چیزی به نام برتریتی قومی یا هیچ دولت نه خیوه نه خوقند و نه بخارا دولت‌های از نگاه ملی صاف و منسوب به یک ما همیشه در آمیختگی زندگی می‌کردیم. قسمی تاجیک‌ها در امارت بخارا بودند، قسمی تاجیک‌ها در خانه خوقند و من بعد در هیئت گنرال گوورنورهای ترکستان بودند. لیکن یک چیز مسلم است، شما تا سال 1920 هر چی که می‌خواهید، هر ارشیوی که می‌خواهید شما بروید پیدا کنید. اگر در ارشیو کار کرده باشید، زبان کارگزاری امیر، زبان کتاب، زبان مکتب، زبان مدرسه، زبان گفتگو در خود شهر بخارا ببینید تا سال 1920 چی است، بعد سال 1924 ببینید. از زمین من خودم نتیجه میگیرم، دیگه سخن زیاد نمیکنم. یعنی منظورتون چی است؟ یعنی شما چی گفتن میخواهید با این؟ یعنی زیر معنای حرفاتون چی است محترم سیف الله ملا جان؟ میخواستیم بیشتر در این باره شرح میدادید. ببینید، وقتی که برادر میگویند که یک دولت ترکی بود، ببینید در سر قدرت یک حکومت میتواند در گذشته هم بوده، امروز هم هست. در گذشته ما اگر همین خیلی نگاه کنیم، اگر شما تاریخ چین ببینید، شاید یک یا دو سلسله چینی حکومت کردن. همین سلسله ها از مغول‌ها سر کرده تا منجورها و دیگرها تا تند بیگانه بودن. یا در هند از عصر 11 که محمود غزنوی آمد تا آمدن انگلیس‌ها حکومت‌های ترکی و مسلمانی و تاجیکی بودند. اما هیچگاه در تاریخ نگاری هند گفته نمی‌شود که دولتی مثلا محمود غزنوی یا دولتی بابور میگه هند زمانی فلان. به این خاطر مسئله اساسی رو معین میکند فرهنگی اون، روابطی اون و گفت و شنید و این چیز با زبانی ما بود و بر نفع ما بود. و بخارا رو شما در کدام فرهنگ جهان پیدا کنید میگن یکی از مرکزهای کانون فرهنگی اسلامی و تاجیکی. من چطور راضی شدم میتوانم که در اونجا ترک ها بودن یا همه بر کامی ترک ها بودن. تشکر. بختیار نصرالله، شما به همین سوال و به همین گفته های تاریخ شناسی ما چه نظر دارید؟ مرحبا. تاجیکان بعد دولت سامانیان، دولت غوریان، یک روز و یک ساعت و یک دقیقه هم صاحب دولت نبودن. نتیجه همین حتی شعور دولتداری هم قریب که از دست رفته بود. اگر انقلاب اکتبر نمی بود همون سرنگون کردن شاهی امیر بخارا نمی بود. البته استاد درست میگن زبان دولتی و زبان دولتی رسمی نبود، معمولا همین فارسی آمدگی بود. لیکن باید که اینا در دیگر کانسپسی دیگر علم ها دید، در علم های جامعه شناسی دید که ملت ها اساسا پروداکت زمان کپیتالیسم، محصولات زمان کپیتالیسم است مالی و در آسیای میانه آخر عصر 19 اولی عصر 20 در آمده ایستاده بود. عصری که تاجیک‌ها حتی فهمیشی دولتداری مردم ما درک نکرده بودند و وقتی که لنین مسئله ملی آزادی خواهی گذاشت، یگان تاجیک تا سال 1924
دعوای دولت، دعوای زمین، دعوای سمرقند نکرده است. این اهمیت برای سال 21 ترکمن ها خستن، قرغیز ها، قزاق های امروز قرغیز میگفتن خستن، بعد ازبک ها همراه شدن تا 24 وقتی که جمهوری اتونومی تاجیکستان تشکیل شد. بعد جمهوری اتونومی تاجیکستان شیرین شاه و نصرت الله مخصوب و بعد عبدالرحیم حاجیبایف، پیش از همه عبدالرحیم حاجیبایف دعوای تاجیکیت کردند. عینی هم بعد 24 کرد. پیشتر کتابای استاد عینی زبان ازبکی که می نویسند. یگان بار فیض الله خواجایف به نگفتن که مردک تو چیکار کرده ایستاده ای؟ و اگر انقلاب نمیشد و دولت ترکی بود، حتی منتظم امارت بخارا آیسته آیسته به زبان ترکی گذاشته بود، فقط اینا به طریق اِوولوسیونی برداشته بود. ببینید همون شرطنامه‌ای که با روسیه امیر مظفر بستگی به زبان ازبکی بستگی، دیپلماتی علاقه کارهای خارجی به زبان ازبکی پر ماندگی بود. امیرای بخارا اینا خواهیم نخواهیم تقدیر امیر حل شده بود. رولوسیون بورژوازی میشد، جدیدها میگرفت، پان ترکستان میگرفت، دولت صاف ترکی میشد. بین چند حرکت های ترکی بود، انور پاشا بود، حرکت های جدیدا با پان ترکستان آمیخته شده، قریب همه جدیدها با پان ترکیسم در آمده برفته بودن. لیکن یگان تاجیک خسته، یگان حرکت تاجیکیت دعوا نمیکرد تا 24. مکتبی شرقشناسی، مکتبی تاریخ دانی سنت پتربورگ دعوای تاجیکیت کرد در آسیای بیانه. وقتی که سوال مشخص است باید جواب مشخص باشد. شما طرفه نروید، با این طرف و با اون طرف نروید. مشخص اینجا مسئله پیامد بود. پیامدش برای ما تاجیک‌ها این کس میگن که چرا تاجیک‌ها خسته نج تو سال 1920 تاجیک چی ضرورت داشت؟ در شهر خودش زندگی میکرد، در بخارا در شهر خودش ضرورت نبود. بعد شما در همون وابسته به سوال مثل همین نفرایی که حاضر کتابی تاریخ حق تاجیک به این طرف گرفته میبرن، شما مثل همون کار کرده استید. سوال دیگر است، شما دیگه بحث میروید. مشخص به همون سوال جواب دید. تو من نمیخوام سخن شما را قطع کنم. یک دقیقه من گفتم الکی وضعیت جهان دیگر شده بود. از آن جمله در آسیای میانه حرکت‌های ملی آزادی خواهی آغاز شده بود. سال 21 ترکمن ها خسته دعوای جمهوری علاهیده کردند، قرغیز ها کردند. فقط یگانه ملتی که نکرد تاجیک ها نکرد. آخر برای چی من کهنه‌تر پیشتر 1000 سال فرهنگ شما در خصوص فرهنگ تاجیکی گفتید، مگر همون ظلم استبداد، همون لطف‌بازی دیگری که علاقه در تمام بخارای خانگری قوقم پشت بود، آن ظلم هایی که امیر تیمور میکرد و همون ملاهای پیشوای دین فتوا میدادن، دین میدادن، تمام پاره‌خوری علاقه پستیگری آمده، مگر همین فرهنگ تاجیکی آریایی بود؟ این صاف فرهنگ تاخت و تاز کوچمنچی ها بود. آخه تشکر سیف الله ملا جان، شما نظرتون چی است به همین حرفایی که بختیار نصرالله و تاکید کردن چی است؟ ببینید این حرفا چی ربط دارد به گفتیم ما وارد مسئله های کنکریتی ام و به سوال کنکریتی باید جواب گوییم. شما بحث میخواهید بیاد در جیگه جا بحث کنیم، اینا وقتشان محدود است. من نگفتم مگر کی تمجید کردم امیر بخارا و یا گفتم فلانی آدم. ما درباره دولت گپ میزنیم. اگر این خیر باشد، اگر همین دولت ها کمبودی و همون دولت ها کاسی دارن، اما به یک دولت هجوم کردن اون حکومتش ساقط کردن در هیچ دور زمان چیزی شایسته نیست. تشکری زیاد و یک نکته دیگر خواهش میکنم، یک نکته دیگر. ببینید این بحث شما وادار کرد که من این سوال حتما در پایان برنامه تیم اینکه این زبان وکیلان پارلمان روسیه یعنی که گرفته شود، مقامات تاجیکستان باید چیکار کند؟ از جمله وزارت خارجه تاجیکستان، وکیلان پارلمان تاجیکستان، شما چی پیشنهاد دارید؟ یک جمله خواهش میکنم. من البته انتظار دارم که چون من چند روز من بسیار ناراحت شدم از چنین طرز بیانی مسئله و مطرح کردن مسئله. باید در پارلمان تاجیکستان نفرایی هستند که نامزد و دکتر ایلمن، آنها باید جواب دهند و وزارت کار خارجی در اون دوره گذشته وقتی که مطرح کرده بود یک جواب بسیار خوب دانشمندانه سخنگوی این وزارت شاهین صمدی پیشنهاد کرده بود و من فکر میکنم که اگر ما در شبکه‌های اجتماعی و با خود اهالی خود ما اگر گپ نزنیم، کار نکنیم و به مهاجران این چیزا نفهمونیم، این گونه تبلیغ ها سبب میشد که شاید بعضی از شهروندای خودی ما هم باور کنند که در واقع
در کتاب‌های تاجیکستان، در کتاب‌های درسی تاجیکستان همین چیزای راه یافته که من به حیث یک نفر مؤلف کتاب درسی برای هم مکتب میانه هستم، هم برای مکتب عالی. در کتاب‌های درسی ما همچنین چیزی در مقابل نه اینکه روسیه که در 150 سال اخیر با ما هم تقدیر و هم سرنوشت، مقابل هیچ کشوری، مقابل هیچ نظام همچنین چیزها در کتاب‌های ما وجود ندارند. بعد گذشته از این اگر یک مؤلف مثل من اگر خواهد چیزی نوشتم، در ارگان‌های نظارتی در خودی وزارت معارف در دیگه مقامات هستند، کتاب‌ها بسیار جدا تفتیش می‌شوند و همچنین چیزهایی که کینه عداوت ملی نژادی باشد اصلا راه نمی‌یابد. تشکر زیاد. بختیار نصرالله خواهش میکنم، خیلی فشرده خواهش میکنم. مرحبا. من هم همین عقیده استاد را دستگیری کردنی هستم، فقط در زمان آینده بگذار چنین باشد که کتاب‌های درسی زیر نظارت دولت، زیر کمیسی‌های مخصوصی وزارت معارف جمهوری تاجیکستان باشد و با استراتژی و نقشه و سیاست‌های دولت تاجیکستان به همان مطابق باشد و برای تشکل دادن جهانبینی مردم در همین امنیت کشور، انکشاف دادن استقلالی مملکت مهان روانه کرده شده باشد. تشکر زیاد. بار دیگر به مهمانان برنامه و اینجا به پایان برنامه رسیدیم و سپاس از شما بینندگان گرامی که تا پایان برنامه با ما بودید. تا دیدار در برنامه دیگر. و من میرزا نبی خالقزاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار شما.